خداوند میگه خلق الانسان فی ظلمات البطون، من خلق کردم انسان در درون تاریکی شکم مادر. وقتی که شوهر به همسرش علاقه جنسی که میکنه، هر دو که لذت میبرن، بعد با پش میزنه و میگه که جونم دم کار خلاص شد. لیکن ملائکه که میگه نه، کار اکن شروع شد، اون نطفه که در رحم مادر گذاشته او را کارکر کردن در کار. ببین او را در اونجا ملائکه هست که او را به نظام میاره، او خودش در اونجا فرزند نمیشود. ملائکه های داره خداوند که دنیا را به نظام میارن. انا او در او رحم مادر خلاصه گفت که تا 9 ماه بیچاره مادر او را در بطنش میگردونه. انا مو جنین پلید امروز یک خیل فرزندی که به قدر پدر مادر نمیرسه، 9 ماه میگردونه از بیچاره، به خاطر او دارو و دوا نمیکنه. با دنیا میارش در بالای دستکاش، حالتی که تولد کردنی میشوه با مرگ قدی دست به گریبان میشده، بعد او فرزند به دنیا میآید. ای 2 تا 2.5 سال پیشی بر پیستان در دهنش گذاشتگی غجدی و غجدی او را میشوه. وقتی که او خودش میشناسه و به بلاغت میرسه، بعد پدر پخند میشه و مادر مخند، دیگه گپی مادر را گوش نمیکنه. یک قصه عجیبه همیشه که در حیات چیدگیه، یک انسان بیچاره، یک کمپیر ایدار دنیا یک پسر داره، نفقه چند ماهش ناگرفته میمونه. بس این بچهش میگه که بیا بریم این ناحیه نفقه من بگیریم. بعد بچهش قطیش میروه 6 ماه نفقهش میگیره. بعد میگه با من شیمی جنس میخری مادر، میخرش فرشکش میخره، چه خیلی کته که میگه میخرش. وقتی که میان در ایستگاه میستن برای ماشین سوار به جای مقصد رفتن که میسته، بعد این مادرش دور میسته. مادرش او بچه جو تزیبی دست میگه با برش میروه، با ای بعد مادرش با دورتر میروه. بعد این دفعه میره در آغوش میگه ای مادر ای فرزند من چقدر ای من دور میره. میگه من ایتو ایزا میکشم. من بلند میگه این کمبیر چه اهمیت اوش لب در سرش مونده. ببین فرزند عاقل پدری که ای همو تا مادر به دنیا آمده است، قدر او مادر را نمیدونه، با ای مادر میشرمه. امروز هستن در حیات، میگم تو مادری من ایتو ایزا میکشم، هستن خیلی جوان مردو، لیکن برای اونها خداوند جنت حرام کرده است. حتی در مشام اونها بوی جنت نمیرسه. بازم خطاب میکنم ای جوانا، امروز فرصت داره خدمت پدر و مادر را بکنه. والله قسم به خدا که از قید حیات وقتی که میگذرن تمام برکت میبرن. بعد میبینیم خاری و زاری تا حتی او خانم که به خاطر اون خانم تو دل پدر و مادر رنجوده، بعد میبینیم که چه حال داری. تمام ای فرزندات میبینی این حالتا. به همین خاطر امروز فرصت داریم باید قدر پدر و مادر را بدونیم. پسر دراز نکنیم. این مادر خیلی مادر خدمت کردگی در اسلام بود. فرزنداش هم قسم به خدا که در حق این مادر بسیار خدمت میکردند. فرزندا برای مادر ای شب ایستی که آوای دیده میریزن، چشما ترن گریسته ایسان. بعضی ها را میبینی که مادرش قید حیات میگذره، وقتی چاق میشه که جون خلاص شد میبره میتپن میون به تشویش میشم. یک قصه دیگر را میکنم به همین قضیه خاتمه میبخشیم ان شاء الله. وقت حسالی یک پسر بچه در یک اداره کار میکرد. میگه وقتی